بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا. گلگشت مصلا و کنار آب رکناباد بهترین جایی است که میشه آدم عیش و خوشی بپا کنه. اما حافظ اینجا میگه که این می باقی در جنت یافت نخواهد شد. اون وقت این ماجرا پیش میاد که آن جنتی که گفتند می باقی در آن است چی؟ و حافظ میخواد بگه که این حرفا دروغه. حرف این زاهدان و واعظان رو گوش نکن که به تو وعده می باقی در جنت میدهند. این می باقی که من و تو این لحظه میخوایم بنوشیم و حال و روز خودمون رو خوش کنیم در بهشت پیدا نمیشه، چون بهشت موعود آن کسانی است که سراسر به ما دروغ گفتند اینجا شراب نخورید، یه شراب خوب اونجا داریم، ولی خودشون رفتن در نهان شراب خوردند، به خلوت رفتند و کار دیگر کردند. این نگاه پنهان و معترض همیشگی حافظ کنار ابیاتش هست.